سلام و عرض ادب. این گل محمدی همون گل سرخه که گلاب و گلاب ازش میگیرن و خشکش هم میکنن. امروز روز دومه تقریبا داره باز میکنه. نگاه کنین الان داره باز میشه یواش یواش. نگاه کنین اونجا بعضیشون باز شده و بیام بچینمشون. بعضی اونه که باز شدن، بعضی هم قنچن. مثلا نگاه کنین الان اینا قنچه هنوز کامل باز نشده، یا تا بعد از ظهر وا میشه یا تا فردا صبح دوباره. نگاه کنید چقدر بزرگ شده بوتم امسال. خب ولی گل نداره اونقدر زیاد خب هنوز باز نشدن تا چند روز آینده که هوا ذره بهتر شه اینا کامل وا میشه. مثلا تو یه روز میبینیم مثلا یه سبد گل میچینی. دیروز مثلا 4-5 دونه گل داشتیم، امروز بیشتره. همینجوری اضافه میشه، بعد یهو میبینی داره کم میشه تا بالاخره دیگه تمام شه. دورش کوتاهه. حالا انشالله امسال بارش بیشتر بشه.